سلام دوستان عزیز. ببینید یک چیزی که برای من خیلی جالب بود، این پرنده هاست. به کشور ما و شما این پرنده ها از میزنن، میکشن، میخورن، ولی این حیونا اینقدر احساس امنیت در این کشورهای اروپایی که شما میگین کافرن و فلانن، ولی کسی به این حیونا کاری نداره. اینقدر احساس امنیت میکنن. نگاه کنید، حتی این پایین رو بگید، نگاه کنین اینجا رو، اینا اینجا اینا نگاه کنین. این پرنده ها اینقدر احساس امنیت میکنن، اصلا انگار که ما آدمیم اینجا نشستیم، میان با ما غذا میخورن، با ما حال میکنن و بعدا پرواز میکنن میرن. یعنی منظور من اینه که دوستان عزیز، تا میتونه آدم مهربان باشه هر جای دنیا که هست، که بتونیم زندگی کنیم در کنار هم دیگه. خداحافظ.